مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از خرما بت درست میکردن. خرما رو میگرفتن با آرد و با روغن قاطی میکردن، از او خمیر درست میکردن، بعد بت درست میکردن. این رو در گوشه خانه میماندن، این رو پرستش میکردن، روزانه میامدن به این بت سجده میکردن. اگر قحط سالی میامد، گرسنه میشدن، بعد میرفتن پیش این بت میگفتن خب جناب بت عزیز، حالا ما تو رو سالها پرستیدیم، الان دیگه گرسنه هستیم. بعد یک تیکه از این رو میگرفتن، با اجازه میخوردن. امروز در جهان غرب دموکراسی را مثل یک بت است. اگر به نفعشان باشه از او خدا درست میکنن، به نفعشان نباشه قند و قروت داری میخورن. فرق بین اینها و بین مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مسخره بازیاشون نیست. این حقوق بشر، این سازمان ملل، این منشور بین الملل، این حقوق، اینا همه اینها دروغ هایی است که توسط او ما مسلمان ها را فریب دادن. نمونه های بسیار واضح خوب شد، شما افغانستان رو ذکر کردید. 20 سال 40 کشور دنیا با همه تسلیحات و پول و دم و دستگاهشان آمدن که ما در افغانستان چی رو میاریم؟ دموکراسی رو میاریم. بعد در افغانستان کیا رو آوردن؟ یک مشت دزدهایی را از اروپا و آمریکا آوردن که امروز هر کدامشان در دبی، در ترکیه، در اروپا، در آمریکا میلیون ها دلار. بروز یک گزارشی از سازمان‌های خودشان، خود سازمان‌های غربی پخش شد که کوچکترین دزدی که از حکومت سابق پول برده 6 میلیون دلار، 7 میلیون دلار. من گفتم دیروز با دوستان، گفتم 6 میلیون دلاری که این یک دزد خیلی کوچیک برده، یعنی پسر وکیل پارلمان 6 میلیون برده دلار. این 6 میلیون دلار در یک ولایت افغانستان باور کنید 2 سال یا 3 سال خرج همه ملت رو بس است که این یک نفر اینو دزدیده برده. بعد از اون دموکراسی رو با چی آوردن؟ با بی 52، با بمب‌ها، با راکت‌ها، یعنی حدود 1 میلیون 1.5 میلیون نفر رو کشتن و زخمی کردن. آخرش هم چیکار کردن؟ یک شب ملت رو ول کرد. کجا شد دموکراسیتان؟ کجا شد حقوق بشرتان؟ اینا دموکراسی میگن نه؟ دموکراسی یعنی چی؟ یعنی هر چی که مردم بخواهند همون باشد، رأی اکثریت باشد. درست؟ رأی اکثریت در همین فلسطین، اکثریت ملت فلسطین رأی دادن به حماس. چرا انتخابات را لغو کردن و حماس را گروه تروریستی اعلان کردن؟ اکثریت ملت در مصر رأی دادن به اخوان المسلمین. چرا کودتا کردن؟ همه دنیا دست به دست یک دادن، یک دیکتاتوری امروز دارد در اونجا حکومت میکند. کجا شد دموکراسی؟ در الجزایر جبهه نجات اسلامی در سال 1999 1994 انتخابات رو برد. علی بالحاج رهبر حزب نجات اسلامی الجزایر رو زندان کردن و انتخابات لغو شد. دیکتاتور تا الان داره حکومت میکنه. در تونس، در عراق، در اردن، در هر گوشه دنیا دموکراسی فقط برای اونهاست. دموکراسی برای این است که اگر دماغ یک آمریکایی خون شود باید نصف جهان اسلام رو با آتیش بکشن. دموکراسی برای این نیست که دلش به حال من بسوزد، به حال تو بسوزد، به حال پدر و مادر و ملت بیچاره ما بسوزد. مگر امروز دیکتاتوری بدتر از این میشد که تو برادر عزیز، ما یعنی کوچکترین حقی که یک انسان دارد، حقوق اولیه انسان این است که اسمش رو خودش انتخاب بکند. تو حق نداری در تاجیکستان اسم تو خودت انتخاب کنی، اسم تو حکومت برات انتخاب میکند. کوچکترین حق تو این است که لباسی رو که دوست داری بپوشی، نه، لباس تو رو حکومت انتخاب میکند. شب عروسی تو رو حکومت تنظیم میکند. به اصطلاح خیرات و زکات و زنده و مرده تو رو حکومت تعیین میکند. در همه شؤون زندگی تو مداخله میکند. مگر این دیکتاتوری هست یا نیست؟ چرا صدایشان بر نمیاد اینجا؟ چرا در اینجا حقوق بشر، حقوق انسان چون اینا مسلمان هستن. اما برای 4 نفر یهودی و مسیحی در یک گوشه دنیا اگر خاری به پای اونا بخلد، سازمان ملل و ژنو و نمیدونم حقوق بشر و شرق و غرب همه به پا میستن که والا به پای یک نازدانه یهودی و نصرانی یک خاری غلطیده است. برای ما نیست این دموکراسی و حقوق بشرشان، برای خودشان است.